برگزار نمود. اویله در هر دور و زمان همچون واحد اساسی جامعه محسوب می‌یابد. خانواده تاجیک در طول صدساله‌ها هزاران فرزندان فرزانه را به دنیا آورده و به کمال رساند که آنها برای خلق و ملت خود خدمت‌های زیادی تاریخی را به انجام رسانیدند. اویله همچون نهاد اجتماعی در جامعه موقع مخصوص خود را داشته در اجرای ثمرناک وظیفه‌های تربیوی، فرهنگی و معرفتی، تامین نفوذ اهالی، رابطه نسل‌ها و اجتماعی کنانی بر روند رشد جامعه تأثیر بی‌واسطه می‌رساند. در این زمینه امروز از جانب رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست اجتماعی حکومت مملکت و دستور و هدایت‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی الرحمن توی خانه‌دارشوی 11 جفت جوان برگزار کرده شد. در روز پایتخت و این روز خوشبختی جوانان خوشطالع صاحب شهادتنامه‌های عقد نکاح گردیده رسما به زندگی مستقلانه قدم نهادند. غمخواری نسبت به یتیمان بی‌پرستاران و فرزندان اویله‌های کم‌بضاعت در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان جایگاه مخصوص داشته برای بهتر نمودن شرایط کار و فعالیت، تحصیل و زندگی آنها پیوسته تدبیرهای ضروری و ثمره بخش اندیشیده می شوند. در سیاست دولت صاحب استقلال و حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص سرور خیرخواه و بشردوست و رعیت پرور محترم امام علی الرحمن دستگیری اجتماعی یتیمان و احتیاجمندان، تامین کار و فعالیت به تعلیم و تربیت فرا گرفتن فرزندان آنها مقامی شایسته دارد. در جریان تاکید گردید که انتخاب راه درست و تشکل مناسبت‌های به احترام و همدیگر فهمی اساس یافته محک رابطه‌های اجتماعی را در عائله باید تشکیل دهد. ملت صاحب تمدن تاجیک از قدیم الایام به تربیت فرزند اهمیت خاصه ظاهر نموده آنها را همیشه در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی، معرفت پروری و جوانمردی به کمال رسانیده‌اند. همچنین در این روز از نفران و رودمردانی که برای حفظ یکپارچگی اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، صلح و ثبات، امنیت تاجیکستان صاحب استقلال صادقانه خدمت کرده در راه شأن و شرف وطنداری جان خود را نثار کردند به نیکی یادآوری کرده شد. باید گفت که گسترش روند جهانی شوی در برابر دیگر مشکلات در سمت تحکیم و پایداری مناسبت‌های عائلوی نیز تاثیر خود را رسانیده ایستاده است. بنابراین در مرحله کنونی آمیزش شدید ارزش‌ها نگاه داشتن سنت‌های بهترینی که پایداری عائله تاجیک را در طول صدساله‌ها تامین نموده‌اند بغایت مهم میباشد. خرسندی آور است که امروز اقدام‌های نیک خیرخواهانه و دست کمک دراز کردن به عائله‌های نیازمند در کشور به حکم عنعنه درآمده است که این باعث دستگیری اهل جامعه می باشد. در ادامه اجرای دستور و سپارش‌های پیوسته سرور دولت محترم امام علی الرحمن نسبت به طبقه نیازمند اهالی، عمل خیر و ثواب، دستگیری آنها از جانب مقامات، وزارت و کمیته‌ها و شخصان سخاوت پیشه نسبت قشر نیازمند جامعه در مملکت ادامه می‌یابد. در جواب به همه غمخوری‌های دولت و حکومت جوانان را ضرور است که صادقانه به این مرزبوم اجدادی صلح و ثبات، امنیت همچون فرزند صادق وطن به خلق و دولت خدمت شایسته نمایند.